بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان محترم شبکه جهانی وصال حق، دوستان نهایت گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حمد و ثنا و سپاس برای الله متعال که باز ما و شما را یک بار دیگر جمع کرد و فعلا در قسمت 38 برنامه احکام فقهی در پرتوی احادیث نبوی قرار داریم. اگر به یاد داشته باشید در قسمت‌های گذشته شروع کرده بودیم به بیان شروط نماز، اینکه کدام چیزها قبل از اینکه انسان در نماز داخل میشه شرط است، و بعد از او مبطلات نماز که کدام چیزها نماز را باطل میکنه، و در روشنایی احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما عرض کردم که با اتفاق تمام علما سخن گفتن در داخل نماز، خوردن و نوشیدن در داخل نماز و همچنین جواب سلام را دادن و همچنین جواب عطسه را دادن، اینها چیزایی است که به اتفاق علما بنا به احادیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است نماز را باطل میکند. و همچنین بیان کردیم که اگر انسانی در نماز مشکلی برایش پیش میشه، میخواد که امام خود را متوجه بکنه یا شخص دیگر متوجه بکنه که این شخص در نماز است، چی باید کرد؟ این مشکل را هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث به ما حل کرده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که اگر برای شما در داخل نماز مشکلی پیش میشه، حاجتی پیش میشه، میخواین که حاجت خدا را رفع کنین، اگر مرد بوده باشه باید به گفتن سبحان الله مشکل خود را رفع کنه، و اگر زن بوده باشه به تصفیق که مراد از او زدن پنجه های دست راست بر بالای بر پشت دست چپ می باشد. به این طور انسان که در نماز ایستاده است مشکل خود را حل میکنه، یا امام خود را متوجه اشتباهش میکنه یا شخص دیگر متوجه از میکنه این شخص در نماز است. و این قسمتی از برنامه درس امروز ما در باره حکم دیگری از احکام نماز است که او حکم ستره است، که انسان در وقت نماز خواندن باید جلوی خود مقابل خود ستره را قرار بده، چیزی را من حیث ستره قرار داده به طرف از او نماز بخواند. ستره هر آن چیزی را گفته می شود که انسان او را جلوی خود مقابل خود قرار بدهد و به طرف از او نماز بخواند، چه اون بزرگ باشد یا چه کوچک باشد. مثلا شخصی ستون مسجد را ستره خود قرار می دهد، یا دیوار را، یا صندلی و چوکی را، و یا چوبی را، و یا هر آن چیزی که او را از دیگر کسها ستر کنه، یعنی در مقابل خود قرار میدهد و به طرف از نماز میخواند، او را ستره گفته می شود. و این مطلب را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث متعددی به ما بیان کردند. احادیث وارد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که صحابه کرام را امر به ستره کردند که در وقت نماز خواندن باید ستره بگیرند، و همچنین احادیث ثابت است از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که خودشان در وقت نماز خواندن ستره میگرفتند، یعنی پیش روی خود جلوی خود چیزی را قرار میدادند تا که کسایی که از جلوشان رد می شود بعد از ستره رد شوند و بین از او و بین الله متعال که انسان در وقت نماز خواندن مناجاتی او را میکند چیزی شخصی حائل نگردد. و گفتم که این مطلب در احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. از جمله حدیث است که متفق علیه، حدیث است که امام حاکم نیشاپوری او را روایت میکند از صحابی به نام صبرة بن معبد الجهنی که ایشان فرمودند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لیستتر احدکم فی الصلاة ولو بسهم، باید یکی از شما وقتی که برای نماز ایستاد می شود باید ستره جلوی خود قرار بدهد، چیزی را من حیث ستره جلوی خود قرار بدهد، ولو بسهم، اگر چه ستره از او یک تیر هم بوده باشد، اگر چیزی پیدا نکرد، دیواری پیدا نکرد که جلوی خود قرار بدهد، ستونی پیدا نکرد یا کرسی و چوکی پیدا نکرد، میزی پیدا نکرد،
اگر یک تیر هم به اندازه یک تیر هم چیزی پیدا کرد جلوی خود من حیث ستره قرار بده و به طرف از او نماز بخواند. و همچنین حدیث دیگری امام ابو داود و امام ابن ماجه رحمت الله علیهما از صحابی جلیل القدر ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت میکنند که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمودند اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدنو منها. وقتی یکی از شما نماز میخواند، اراده نماز خواندن را میکند، باید به طرف ستره نماز بخواند، جلوی خود، مقابل خود، پیش روی خود ستره قرار بدهد. وليدنو منها، باید خود را به ستره نزدیک بکند، یعنی ستره را شکل قرار بدهد که در جای سجده از او بوده باشد و فاصله در بین شخص نمازگزار و ستره همه قدر باشه که بتونه که سجده بکنه، یعنی از ستره خود باید دور استاد نشود. و همچنین احادیث متعددی وارد شده در کتب احادیث که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با خود یک ستره داشتند که از چوب ساخته شده بود به نام عنزه و همیشه صحابه کرام را حمل میکردند با خود که در هر جایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میخواستند که نماز بخوانند این عنزه را من حیث ستره جلوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرار میدادند و پیغمبر صلی الله علیه و سلم به طرف چوبی که ساخته شده بود من حیث ستره نماز میخواندند. پس مجموع این احادیث به این دلالت میکند که انسان باید در وقت نماز خواندن ستره بگیرد. اما گرفتن ستره چه حکم دارد؟ جمهور علما، اکثر علما و جمله مذاهب اربعه قولشان این است که گرفتن ستره در نماز مندوب و مستحب است و واجب نیست و این امری که در این احادیث آمده به دلایلی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم احیانا نگرفتن یا صحابه کرام نگرفتن، به این دلایل این امر را از وجوب به ندب یا به استحباب میگردانه و گرفتن ستره واجب نیست بلکه مندوب و مستحب است که انسان در وقت نماز خواندن جلوی خود ستره قرار بدهد. اگر نداد اشکالی نداره، یعنی انسان گناهکار نمی شود. و قول دیگری از بعضی از علما از جمله روایت در مذهب امام احمد بن حنبل و همچنین امام شوکانی، اینها نظرشان این است که چون امر در احادیث امر آمده که فلیستتر، انسان باید ستره بگیره و امر ظاهرا بر وجوب است، لذا گرفتن ستره واجب است. اگر شخص در نماز ستره نگیره انسان گناهکار میشه. اما رأی راجح، رأی اکثر علماست، جمهور علماست، همیست که ستره گرفتن در نماز مندوب و مستحب است و واجب نیست. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ستره میگرفتن و در احادیث آمد که احیانا ستره را هم ترک کردند. و در حدیث دیگری هم از در صحیحین از ابن عمر، عبدالله بن عمر رضی الله عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم انه کان یعرض راحلته فیصلی الیه، اگر چیز دیگری نمیافتند راحله خود، سواری خود را جلوی خود من حیث ستره قرار میدن و به طرف از او نماز میخواندن. این اگر ستره دیگری نمیافتند به طرف سواری خود نماز میخواندن و او سواری خود را من حیث ستره قرار میدادن. و این هم دلالت به این میکنه که اگر انسان حیوانی را هم من حیث ستره قرار بدهد اشکالی ندارد، میتوند که به طرف از او نماز بخواند و او را من حیث ستره قرار بدهد. اما میبینند موضوع از این که اگر انسان هیچ چیزی پیدا نکرد که ستره قرار بدهد، آیا میتوند که خط بکشد جلوی خود و خط را من حیث ستره قرار بدهد؟ جمهور علما رأیشان این است که چون ستره گرفتن مندوب و مستحب است، اگر به دست انسان آمد، اگر متوفر بود و در خدمت انسان بود، میتواند که به طرف ستره نماز بخواند و اگر نبود حاجت به این است که خط بکشه و خط کشیدن درست نیست و به طرف یا خط کشیدن را من حیث ستره انسان قرار داده نمیتواند. اما گفتم که روایتی در مذهب حنابلة این بود که ستره گرفتن واجب است. بنابراین روایت آنها قولشان این است که چون واجب است اگر چیزی دیگری پیدا نکرد میتواند که جلوی خود خط بکشد و خط را من حیث ستره قرار بدهد. و دلیل هم گرفتن به حدیثی که از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، وقتی که یکی از شما نماز میخواند باید پیش روی خود یک چیزی را من حیث ستره قرار بدهد. فإن لم يجد فلينصب عصا، اگر چیزی پیدا نکرد باید عصای را، چوبی را در زمین استاد کنه و به طرف از او نماز بخواند.
فإن لم يكن فلیخط خطا، اگر او را پیدا نکرد خطی بکشه و خط را من حیث ستره جلوی خود قرار بدهد. ثم لا یضره من مر بین یدیه، بعد از او هر کسی که بعد از او خط یا بعد از ستره تیر میشه به نماز از او کدام نقصانی نمیرساند. این حدیث را امام احمد در مسند و همچنین ابن ماجه روایت میکند، لیکن جمهور علما میگن که این حدیثی ضعیفی است. در متن این روایت و در سند این روایت اضطراب است و حدیث مضطرب یکی از انواع احادیث ضعیف است. این حدیث ضعیف است، به این حدیث عمل نمیشه و عمل به مثل اگر انسان ستره پیدا کرد یک چیزی را من حیث ستره جلوی خود قرار میدهد و اگر پیدا نکرد خط کشیدن من حیث ستره قرار داده نمی شود. و همچنین ستره برای امام و برای شخص منفرد است، یعنی شخصی که امام بوده باشد باید جلوی خود یک چیز ستره قرار بدهد و همچنین شخصی که منفرد به تنهایی خود نماز میخواند باید جلوی خود ستره قرار بدهد. اما کسایی که مأموم هستند، یعنی پشت امام اقتدا کردند، امام جلوی خود ستره داره و برای مأمومین کسایی که مقتدین است باید از اونها ستره ضرور نیست، چون در حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند سترة الامام لمن خلفه. این حدیث را هم امام طبرانی در معجم الاوسط از انس بن مالک روایت میکند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند سترة الامام لمن خلفه، ستره امام کفایت میکند برای کسایی که عقب از او نماز میخوانند. اگر امام به خود ستره قرار بدهد، کسایی که عقب از او نماز میخوانند پشت از او نماز میخوانند همین ستره برای از اونها هم کفایت میکند. و همچنین امام بخاری در صحیح بخاری باب قرار داده به نام باب سترة الامام سترة لمن خلفه، باب در مورد اینکه اگر امام ستره داشته باشد ستره داشتن امام ستره است برای کسایی که پشت از او اقتدا کردند. و تحت در ضمن این باب احادیثی را از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت کرده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خودشان در وقت نماز ستره میگرفتند و همچنین صحابه کرام را به ستره گرفتن امر کردند، اما در مأمومین را به ستره کردن امر نکردند. و موضوع دیگری که به ستره قرار میگیرد تعلق میگیرد دوستان عزیز، موضوع مقدار ستره است که مقدار ستره یا اندازه ستره چقدر باید بوده باشد، طولی از او یا عرضی از او چقدر بوده باشد. در احادیث متعددی ما گفتیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که هر آنچه که تو پیدا میکنی من حیث ستره قرار بده و اشکالی نداره. و این موضوع را هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام مسلم او را از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکند که ایشان فرمودند سئل النبی صلی الله علیه و سلم فی غزوه تبوک عن سترة المصلی فقال مثل مؤخرة الرحل. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در غزوه تبوک در مورد ستره مصلی، آنچه که نمازگزار او را من حیث ستره جلوی خود قرار میدهد، پرسان شدند که باید به چه اندازه بوده باشد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که ستره باید مانندی یا هم اندازی مؤخرة الرحل بوده باشد. مؤخرة الرحل چوبی را گفته میشه که در عقب زین می باشد و انسان در وقتی که در بالای زین در بالای سواری می نشیند با او تکیه میکند و اندازه او چوب تقریبا 2 ثلث ذراع، یعنی اندازه تقریبا 40 سانتی یا 45 سانتی می باشد و از نیم متر کمتر. و ستره اگر به می اندازه بوده باشد یه حدی اقلش است و از او اگر کلان بوده باشد اشکالی ندارد. و همچنین از جمله احکامی که به ستره تعلق میگیرد او است که باید انسان وقتی که ستره قرار میدهد چیزی را باید به اون نزدیک شود. یک قسم نباشه که ستره دور باشه و این انسان پشت سر 2 متر یا 3 متر از ستره دور نماز بخواند. باید ستره را به شکل قرار بدهد که در جای سجده از او بوده باشد، فقط بتواند که جلوی از او سجده بکنه. و این مطلب را هم در حدیث ابو سعید خدری قبلا برایتون گفتیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که فلیستتر ولیدنو منها، باید ستره بگیرد و با ستره نزدیک شود. و همچنین حدیث دیگری امام ابو داود از سهل بن ابی حثمه روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا صلى احدكم الى ستره فلیدنو منها، وقتی که یکی از شما نماز میخونه به طرف ستره باید خود را به او ستره نزدیک بکند، ستره دور نبوده باشد. لا یقطع شیطان علیه صلاته، وقتی که به طرف ستره نماز خوان و خود را به ستره نزدیک کرد شیطان نماز از را قطع کرده نمیتواند و
سبب میشه که شیطان او را وسوسه نکنه و همچنین انسان هایی که از جلوی از او رد میشن بعد از ستره رد میشن و نماز از او کدام خللی وارد نمیکنن. و ادامه این مطلب دوستان عزیز بعد دیدن یک میانه برنامه و شما در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تقدیم میکنم. با ما باشید. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. قد سار في درب النبي صحب وأشراف تقى. قوموا إلى ابو امامه باهلی رضی الله تعالی عنه فرمودند خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از دو مرد یاد شد که یکی از آنها عابد است و دیگری عالم و دانشمند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند برتری دانشمند بر عابد همانند برتری من نسبت به پایین ترین شماست. سپس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند همانا الله و فرشتگان و اهل آسمان ها و زمین و حتی مورچه های داخل لانه و ماهیان داخل دریا برای معلمی که به مردم نیکی می آموزد دعای خیر می کنند. و بنوره تصفو الحياة. أشراف تقى. قوموا إلى الدرب المضيء نسمو ونرقى في علا ونعانق العيش الهني. نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان نهایت گرامی، در قسمت اولی برنامه خدمت شما تقدیم کردم که احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به این دلالت میکند که انسان مسلمان وقتی که نماز میخوانه باید جلوی خود یک چیز را ستره قرار بدهد و این عادت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بوده که در وقت نماز خواندن خود جلوی خود یک چیز را ستره قرار میدادند. و گفتیم که رأی جمهور علما و اکثر علما بنابراین است که این احادیث حکمشان حکم ندب و استحباب است، مستحب است و واجب نیست. اما اینکه اگر انسان جلوی خود ستره قرار بدهد و بعد از او شخصی هم بخواد که از جلوی زور رد شوه، از پیش از او تیر شوه، ایچ حکم داره. و این امر را، این مطلب را هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیثی بیان کردند که تیر شدن از پیش روی مصلی نمازگزار در حالی که او ستره برای خود قرار داده این یکی از امور محرم است، حرام است و کسی این کار را میکنه گناهگار میشه و مورد عقاب الله متعال قرار میگیرد. و در حدیثی که صحابی جلیل قدر ابی جهیم بن الحارث رضی الله عنه روایت میکند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند و این حدیث هم حدیث متفق علیه است، حدیثی است که امام بخاری و امام مسلم را روایت کردند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. اگر شخصی که از پیش روی نمازگزار تیر میشه اگر بداند که گناهی که بر او نصیب میگرده، گناهی که او مرتکب میشه، اگر اندازه و مقدار این گناه را بداند او البته بهتر بود که 40 سال استاد میشد و از پیش روی نمازگزار نمیگذشت. این حدیث را گفتم که صحابی جلیل قدر ابی جهیم بن الحارث که یکی از صحابه های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودند و این حدیث را روایت میکنند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لو یعلم المار بین یدی مصلی، اگر کسی که از پیش روی نمازگزار تیر میشود و این حکم را و این
به این علم پیدا کنه و بداند که ماذا علیه من الاسم، که چقدر گناه را مرتکب می شود، لکان ان یقف 40 خیرا له. البته اگر 40 سال هم 40 در اینجا مجهول آمده و در بعضی روایت ها از جمله روایتی که در امام بزار او را روایت میکند که 40 خریفا، که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر 40 سال هم او منتظر میماند، این منتظر ماندن برش خیر میبود، بهتر میبود از اینکه او از پیش روی نمازگزار تیر میشد. و راوی حدیث ابو النضر میگه که ما لا ادری قال 40 یوما او شهرا او سنه، که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یا 40 سنه گفتن که 40 سال منتظر میماند، و یا اینکه 40 شهرا گفتن، و یا اینکه 40 یوما گفتن. به هر حال این دلالت به این میکند که و کسی که از پیش روی نمازگزار تیر میشه گناه از او خیلی بزرگ است و این کار مکروه تحریمی است، گذشتن از پیش روی نمازگزار. و از این قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که لو یعلمو، علما از جمله ابن بطال رحمت الله علیه استنباط کردند که این حکم برای کسی است که دانای حکم شرعی بوده باشد. یعنی اگر شخصی واقف از حکم شرعی بوده باشد، واقف از این باشد که گذشتن از پیش روی نمازگزار گناه دارد، در او صورت این حکم شامل حالی از او می شود. اما اگر شخصی که جاهل بوده باشد، از این حکم خبر نبوده باشد و برای از او این حکم شامل نیست و مرتکب گناه نمی شود. اما شخصی که از حکم شرعی واقف بوده باشد، باز هم از پیش روی نمازگزار تیر شود، این حکم شامل حال از او می شود و اون شخص مرتکب گناه شده است. و این حدیث علما فرمودند دلالت به این میکند که گذشتن از پیش روی نمازگزار حرام است و چقدر اندازه باید، یعنی از کجا تیر شود، از کجا بگذره که او گناهگار نمی شود. در این مورد اکثر علما رأیشان است که از موضع سجده، از جای سجده از او، اگر انسان از پیش روی پاهای نمازگزار تا جایی که سجده میکند در این فاصله از هر جایی که تیر میشه، این شخص مرتکب گناه میشه و مرتکب فعل حرام شده است. اما بعد از موضع سجده است، بعد از جای سجدهش اگر دور از او بعد از او تیر میشه و این حکم شامل حال از او نمیشه و این شخص گناهگار نمیشه. و بعضی علما گفتن که مقدار 3 ذراع، یک ذراع که اینقدر می باشد، مقدار 3 ذراع یعنی تقریبا 2 متر کم و بیشتر، اگر از این شخص بعد از او تیر شود اشکالی ندارد. و بعضیا گفتن که تا جایی که چشم انسان میخره باید تا اونجا تیر نشود. لیکن قول اکثر علما و جمهور علما هم است که گذشتن از پیش روی نمازگزار مفهومش است که تا جایی که این شخص سجده میکنه تا به اونجا باید این شخص نگذره و بعد از جای سجده از او، بعد از موضوع سجده از او اگر تیر میشه میگذره، این اشکالی نداره و این حکم شامل از او نمیشه و گناهگار نمیشه. و همچنین گفتم که این در حق امام و منفرد است اما مأموم شامل نمیشه، با حدیثی که قبلا ما هم ذکر کردیم و بعدا هم ذکر میکنیم در مسائل دیگری که مأموم شامل نمیشه، چون ستره امام ستره مأموم است و وقتی که امام ستره میگیره و از پیش روی مأمومین اگر شخصی تیر میشه، این حکم شامل از اون نمیشه و این شخص گناهگار نمیشه. و اما اینکه علتی از این چی است که چرا تیر شدن از پیش روی نمازگزار مکروه تحریمی است، چرا حرام است؟ به خاطر از اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیثی که قبلا خدمتتون عرض کردم بیان کرده که این شخص مرتکب گناه میشه، به خاطر که مرتکب گناه نشوه تیر شدن از پیش روی از را مکروه حرام و ناجایز است و خاطر اجتناب از گناه. و همچنین به خاطر از اینکه انسان وقتی که نماز میخواند در وقت نماز خواندن مناجات و سرگوشی با پروردگار خود میکنه، به الله متعال میکنه و نماز مطلوب است که انسان در نماز خشوع و خضوع را مراعات بکنه و متوجه حال خود، متوجه از این باشه که انسان در حال سرگوشی به الله متعال است و تیر شدن شخصی از پیش روی ازی حائل واقع میشه در بین ازی و در مابین پروردگارش که با او مناجات میکند. و همچنین تیر شدن شخصی از پیش روی ازی
خلل واقع میکنه در خشوع ازی و در خضوع ازی و در اینکه او مشغول به نماز است، مشغول متوجه چیز دیگری می شود و از حالت خشوع و خضوع می برد. لذا تیر شدن از پیش روی نمازگزار به این علت ها ناجایز و محرم است. باقی میبینم دوستان عزیز موضوع ازی که آیا در مسجد الحرام و یا در مسجد النبی صلی الله علیه و سلم و یا در جاهای که زیاد ازدحام است و انسان نمیتواند که یعنی منتظر بوده باشد که شخص نمازگاه نماز بخونه تا که از اونجا تیر شود، چون جای پر ازدحام است، مثلا در مطاف در حرم در مسجد الحرام. اینجا چه حکم دارد؟ آیا در اینجا هم باید انسان ستره بگیرد؟ آیا در اینجا هم باید انسان کوشش کند که از پیش روی کسی تیر نشود؟ پیش روی نمازگزاری اگر تیر شد آیا مرتکب گناه میشود یا نمیشود؟ در مورد ستره گرفتن جمهور علما رأیشان این است که ستره در هر جای مستحب و مسنون است و چی مسجد الحرام باشد، چی مسجد نبی صلی الله علیه و سلم باشد، چی هر مسجدی که بوده باشد ستره گرفتن مستحب است، چون احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عام است. اما عده علما گفتند که ستره گرفتن در مسجد الحرام نیست، ستره مستحب و مسنون نیست، به خاطر اجتناب از ازدحام و از احراجی که برای مردم واقع میشه. و دلیل گرفتن هم به حدیثی که امام طبرانی در معجم الکبیر از مطلب بن ابی زراعه را روایت میکند که مطلب بن ابی زراعه که یکی از جمله صحابه کرام بود فرمودند رأیت النبی صلی الله علیه و سلم یصلی فی المسجد الحرام والناس يطوفون بالبيت بينه وبين القبلة بين يديه ليس بينه وبينهم ستره. ما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را دیدم که در مسجد الحرام نماز می‌خواندند و مردم طواف می‌کردند، در حالی که کسایی که طواف می‌کردند در بین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بین بیت، یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز می‌خواندند و مردم از پیش روی پیغمبر صلی الله علیه و سلم طواف می‌کردند و پیغمبر صلی الله علیه و سلم ستره هم برای خود قرار ندادند. اما جمهور علما این حدیث را هم ضعیف گفتند، چون در جهالت راوی است و راوی که از روات این حدیث مجهول الحال است. و همچنین امام بخاری بابی در صحیح بخاری آورده که باب سترت بمکه و غیرها، و در او حدیثی ذکر کرده از ابی جحیفه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در بطحای مکه در جایی که یکی از انواری های جای مکه نماز خواندند، نماز ظهر و عصر را، و در پیش روی خود معنزه و ستره که داشتند نصب کردند و با طرف او ستره نماز خواندند. این هست در مورد ستره گرفتن دوستان عزیز. اما اینکه اگر شخصی از تیر شود از پیش روی نمازگزار در مسجد الحرام یا در مسجد النبی در جاهای مزدحم، آیا تیر شدن از پیش روی نمازگزار این انسان گناهگار میشه یا نمیشه؟ بعضی از علما از جمله علمای معاصر، علمای محققین معاصر فرمودند که تیر شدن در مسجد الحرام اگر شخص ستره داشته باشه یا نداشته باشه در حالت طواف اشکالی نداره، چون الله متعال میفرماید که فاتقوا الله ما استطعتم، شما از خدا بترسید به اندازه طاقتتان. و ستره گرفتن در مسجد الحرام یا اینکه انسان از پیش روی نمازگزار از تیر شدن پیش روی نمازگزار اجتناب کنه و این کار خیلی کار دشوار و مشکل است، بالخصوص در وقت طواف و امکان نداره. لذا در جاهای مزدحم اگر امکانش نباشه در اونجا ستره گرفتن و یا تیر شدن از پیش روی نمازگزار اشکالی نداره که انسان ستره نگیره و انسان دیگری از پیش روی نمازگزار اگر تیر شد خصوصا در مطاف این اشکالی نداره. و همچنین حدیث دیگری هم امام نسائی و ابن ماجه از همین صحابی جلیل القدر مطلب بن ابی وداع روایت میکند که ایشان فرمودند رأیت النبی صلی الله علیه و سلم اذا فرغ من سبعه، ما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را دیدم که وقتی که از 7 طواف فارغ شدند جاء حتی یحاذ بین الرکن فصلى رکعتین، آمدند تا که محاذات و به مقابل و به روبروی رکن قرار گرفتند، رکن حجر الاسود، و در اونجا 2 رکعت نماز را خواندند. لیس بینه و بین الطواف احد، در بین خودشان و در بین کسایی که طواف میکردند ستره قرار ندادند، یعنی پیغمبر اکرم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز میخواندند و مردم جلویشان طواف میکردند و از پیش رویشان تیر میشدند و مردم را منع نکردند. بنابراین
در مسجد الحرام و بالخصوص در مطاف و در جاهای مزدحم از تیر شدن از پیش روی نمازگزار در وقتی که احراج شدید بوده باشد. زیاد علمای معاصر نظرشون این است که اشکالی ندارد و انسان کوشش کند که از پیش روی نمازگزار، یعنی از جای سجده از او دورتر تیر شود و اگر نتوانست از پیش رویش هم تیر شد در جای مزدحم، در جایی که پر ازدحام است، اشکالی ندارد و خداوند برای ما و شما توفیق عمل نصیب کند و در اینجا وقتی برنامه ما به خاتمه می‌یابد و تا دیدار آینده با شما خداحافظی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.